امروزه و امید است که یک بازی بسیار هم زیبا و دیدنی را در اجرای هر دو دسته می‌بینیم. بازی می‌کند 15 ساموئل آفوری، رقم 20 رقم 14 بختیار خورشید بازی می‌کند. بازیگران خط نیم است نوزیم باباجانوف و همچنین 63 شادیجان مرادوف در خط میدانی مرکزی شهر کلوب یا خود کلوب آرینا مولومول مخلصان است و مخلصان زیادی البته که دسته روشن بحری تماشای یک بازی زیبا. گلمراد صدلا اشاره میکند که قاعده بازی ویران نگردیده است در داخل. هنوز هم امکانیت هست بازم در صحنه تکرار این چیز را ما و شما ببینیم. از رقابت‌های خود را با حساب مساوی انجام دادین دسته. امکانیت بسیار عالی، ضربه همیجا میشود. بختیار ظریف به ثمر رسانیده شده بود. امکانیت بسیار عالی به میان میآید ولی توپ را پس بسیار هم درازا با خط حمله انجام می شود. امکانیت خیلی عالی و گل شادیجان مرادوف. قبول توپ بسیار عالی و بعداً می‌تواند و خودی مراد صدلا هم امکانیت دارد این چیز را از نزدیک ببیند. آقای قرار خود را برآورده است و گل زده بازیگران دسته روشن به این نوبت گرفته نمی شود. در آنجا قاعده ویران کنی بود و محض به همین خاطر گل زده شادیجان مرادوف را به این نوبت نمیگیرد. گلمراد صدلا توپ با دست شادیجان مرادوف با امکانیت برای بازیگران روشن. فرصت خیلی هم خوب هست. ضربه جانب دروازه زیازاد اینالت رو برطرف میکنند و باز یک ضربه دیگر داشتند. همچنین ضربه های مستقیم هم زیاد بود از جانب این دسته. پرتاب به داخل جریمه گاه به کنج نزدیک دالرجان براتوف و بعدا ساموئل آفوری توپ را وارد تور دروازه حریف می‌کند. دروازه‌بان دسته سروشن دالرجان براتوف ببینید در صحنه تکرار و بعدا در بازیافت نخست بود. ساموئل آفوری از همه پیش دستی کرد با سر ضربه زد و ضربه اجرا کرده او بدون مشکلی بعد تور دروازه سروشن وارد می‌گردد. اینجا هرچند حاجیبای زیایف عزیزبایک محمد علی عزیزبایف و همچنین بکسی بچو رحیموف یوری باتیوشین نوزیم باباجانوف و همچنین شادیجان مرادوف بود که او را عوض کرد. مطابق کریموف و اینجا بیرون از جریمه بازی آخر با حساب 1-0 به سود ارتشی‌ها به انجام رسیدند. اینجا یک خیلی جریمه گاه فرصت هست برای آنها. ضربه الهام جان براتوف را منتظر هستیم. امکانیت نوبتی برای بازیگران روشن. پرتاب به داخل جریمه گاه فرصت عالی ترین ضربه جانب ضربه کنج را اجرا خواهد کرد جمشید حسن و پرتاب به داخل جریمه گاه فرصت عالی ترین به میان می آید برای بازیگران دسته سروشن. انجام میرسد و صدای اشتراک خود را بلند می‌سازد. گلمراد صدلا در یک بازی بسیار مشکل بازیگران دسته روشن توانستند که غالب بیاد.